به نظر من اصلی ترین هدف از سرمایه گذاری روی خودمون رسیدن به نقطه استقلال فکری و آزادی در حق انتخاب. وقتی این هدف رو دقیق برای خودمون مشخص کرده باشیم، سختی‌های مسیر آموزش و پرورش برامون خیلی راحت‌تر میشه و انگیزه و جدیت کافی برای دنبال کردن آموزش‌ها رو پیدا می‌کنیم. یه مثال ساده براتون میزنم. فرض کنید که شما یکی از راه‌هایی که می‌خواید خودتون سرمایه گذاری کنید، آموزش زبان انگلیسیه. خب من بعضی وقتا میخوام یک زبان انگلیسی رو فقط از روی ضرورت یک درس دانشگاهی یا درس مدرسه دنبال کنم. همیشه یاد گرفتنش سخته، تمرین و تکرارش برامون پیچیده است و کلاساش ممکنه برامون خسته کننده باشه. اما اگر بدونم زبان انگلیسی رو دارم یاد میگیرم که در آینده برای سفر کردن، ارتباط برقرار کردن، معاشرت، دیدن فیلم، دوستای جدید تو کل دنیا پیدا کردن، خوندن مقالات، سرچ کردن و هر چی به نقطه استقلال و آزادی به فردی برسم و خودم به شخص رو پای خودم وایسم و کارامو بتونم انجام بدم، اون موقع زبان خوندن خیلی معنادار و راحت میشه و آموزشش برامون خیلی هم دلنشین میشه. پس بعد وقتی میخوایم که آموزش‌های مربوط به یک تخصص کار رو هم ببینیم، این سرنخ رو برای خودمون پیدا کنیم. من وقتی دارم با آموزش‌های یک کار رو خودم سرمایه گذاری میکنم، هدف نهاییم چیه؟ یکی از وجوه مهمی که در استقلال ما به نظر من میتونه تاثیرگذار باشه، بحث استقلال مالیه. قاعدتا شما اگر که بخواید استقلال مالی تو هر کاری به دست بیارید، به قول آقای رابرت کیوساکی باید حداقل 10,000 ساعت آموزش تو اون زمینه ببینید و تجربه اندوزی کنید. 10,000 ساعت برای مثلا یک دوره آموزشی ممکنه تا مقطع فوق لیسانس زمان ببره، یعنی شما بین شاید 6 تا 8 سال لازم باشه برای این ماجرا زمان بذارید. یکی از دلایلی که من آموزش‌های بازاریابی شبکه‌ای رو به عنوان یک مسیر سریع برای سرمایه‌گذاری روی خودمون برای رسیدن به نتایج مطلوب استقلال مالی پیشنهاد می‌کنم اینه که این مسیر انقدر زمان طولانی نمیخواد و از همه مهمتر برای رسیدن به اون لازم نیست شما هزینه زیادی بپردازید، ضمن اینکه در این مسیر میتونید کسب درآمد هم بکنید. چند تا نکته خیلی مهم توی آموزش‌ها هست که به نظرم باید بهش خیلی توجه کرد. در درجه اول آموزش‌های کاری رو بسیار جدی بگیرید. صرف این که با دیدن 10 ساعت، 20 ساعت، 40 ساعت ویدئو یا شنیدن یه سری فایل ها یا دیدن اسلایدها یا مطالعه 2 تا کتاب میتونیم آموزش ببینیم و فعالیت کارمون رو شروع کنیم به منزله بی‌ارزش بودن اون آموزش‌ها نیست. اتفاقا آموزش‌های نتورکی خودشون به اندازه کافی میانبر چکیده شدن. شما دیگه نباید اونها رو چکیده تر و میانبرتر کنید، بلکه اتفاقا باید تمام جزئیات مربوط به اون رو جدی بگیرید. قطر یک کتاب نتورکی در مقایسه با یک قطر یک کتاب دانشگاهی اصلا قابل مقایسه نیست، اما تک تک کارهایی که داخلش نوشته شده رو من دقیق باید بفهمم و سعی کنم طبق همون دستورالعمل انجام بدم. چرخ رو از نوع اختراع نکنید. سعی کنید مثل یک دانش آموز بیش فعال تمام تمرکز و توجه خودتون رو برای دنبال کردن خط به خط آموزش ها به کار ببندید و بارها و بارها و بارها ویدیوهای مربوط به آموزش ها رو از نو ببینید. هر بار که یک کتابی رو از نو میخونید یا ویدیویی رو دوباره میبینید، حتما مطمئن باشید نکات جدیدی رو پیدا میکنید که توی تجربه های بعدی کاری میتونید ازش استفاده کنید. نکته پایانی اینه که در آموزش‌های نتورکی از سهل‌انگاری جلوگیری کنید. خیلی از ماها اینقدر آموزش‌ها رو پیش پا افتاده و دست کم و سطحی میگیریم و احساس میکنیم که اونا اینقدر سهل و آسان، هم به جزئیاتش دقت نمی‌کنیم و همین که دائما اون رو به تعویق میندازیم. اگر میخوایم روزی 2 ساعت یا هفته 10 ساعت 15 ساعت برای این موضوع زمان بذاریم، 1000 تا بهانه میاریم و غافلیم از اینکه این آموزش ها قدم اول حرکت ما به سمت سرمایه گذاری روی خودمون و رسیدن به نقطه استقلال مالیه. ازتون میخوام که در پایان این پست اگر برای خودتون انگیزه و چرایی جدیدی برای بازآموزی ایجاد کرد، در درجه اول یک سری آموزش ها رو شروع کنید و این بار با عینک این که مسیری هست که شما رو به استقلال مالی برسونن دوباره از نو ببینید. و این پست رو برای همه نفرات سازمانتون که احساس میکنید نیاز به بازآموزی دارن به اشتراک بذارید یا اونها رو در پایین این پست منشن کنید.